سلام علیکم دوستای عزیز. قسمی که میدانه ما امروز آمدیم از طریق بنیاد خیریه باران رحمت، یکی از فامیلای بی‌بضاعت، اینجا خواستیم که همراه از اونا هم مصاحبه داشته باشیم، درباره زندگیشان بفهمیم و هم اونا را کمک کنیم. این بار طریقه کمک ما پول نقدی هست. دیگه انشاءالله ما را همراهی کنین به برنامه بعدی ما. تشکر. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن. سلام علیکم. اگر خوب هستین، ساعتان خوب، خیرتی؟ تشکر. نامتون میشه ببین؟ نام عبدالمنان. خب عبدالمنان. باشنده ایمایی چار. خب چی مشکلات داشتین؟ چی مریضی بود باعث شده که حال شما زیاد وقت میشه که در خانه هستین دیگه؟ برای اینجا کلیم سال پیش از بعد دو گرده این پچ دیگه در جاریم بس عملیات کردم. درست. گرده این هم انداختم. بعد یک کلیم سالم در خانه بودم و این گردیم تصادف اما ایچی خود از دست داد. حالا دیالیزم میکنم به حساب ایچی خودم را تبدیل میکنم. گردای من ششته میشه رو هفته دو پیره. دیگه هر پیریزی هم در حدود 2000 میگیره. اون پیسه زود نیست که ما برم. حتی یک دفعه او یا باز پایان میکنده. بله او زیاد میشه گردت فعالیت نمیکنه. دقیقه میپونده که حتی از جای خوب بیخی خسته نمیتونم. من چند وقت پیش از وی خانه مامایمشان است. او اصلا خارج هستن و هم خودش هیچ از دکانش است. اینم یک اتاق موقت آمدیم دیگه خانه بودیم و نتونستیم کرا داده هیچ آمدیم. دیگه حالا نمیشه موقت هستم دیگه. این تو شرایط سر ما آمده بود. این اولادکای خودت هست؟ این اولادکای مسئله. چهار تا یک خورترک همون نجاست خواست پایین داد. فعلا دیگه کار بار نیست. سابق خوب بود، یک دکانه داشت و همین خورده فروشی بود. دیگه نظر به شرایط نتونستم پیش بردم. فروخته برو خورده برو فروخت خلاص شد دیگه. این اولاد. این اولادای تا مکتب میره درس میخونن یا؟ والا کوشش امسال هیچ نکردیم تا بالی. درست. از عملیاتتان چقدر وقت میشه؟ 1.5 سال میشه. 1.5 سال میشه. این عملیات 1.5 سال پس خراب شده. خب. حالا دیالیزم میکنیم کنیم مرا تصفیه کده میره. آواز پیشش میکشه. دیگه دینیمی چند جال از حالا من پیسی زمون دکتر هیچ هم نیست. این شرایط خوب بر خودت معلوم است در کابل. بسیار شرایط خراب آمده. مشکلات هست. ما از طریق بنیاد خیریه باران رحمت آمدیم. برنامه ما قسم است که ما اینمتو هموطنان ما که مشکلات می داشته باشند می خواهیم که یک مصدر یا یک پل ارتباطی بین کسایی که کمک میکنن و بین همتون مردمان شما وارد همی باشیم و خدمت کنیم. زنده باشیم. دیگه یک چیز ناچیز توفیق این دفعه از باران رحمت کمک خداوندی است. خدا خیر بده شما را. 5000 افغانی است. زنده باشید. دیگه نمی کسایی که کمک کردن میشه که اونا ما را دعا کنین. خدا او را دیگه به عزت آبرو داشته باشه. تشکر. سلامت باشه. دنیا خدا نصیبش کنه. آمین. دیگه از موت باز. آمین. دیگه چیزی که از واسه ما تشکر. زنده باشه. کس از آجی صاحبایی که این برنامه را برای انداختن و از پول خود این ماه مبارک رحمت، ماه مبارک رمضان، خدا کدش خوبی کنه. خدا 1000 سال عمر بتشه. این کمک ها را دیگه اگر ما دعا کنیم نکنیم خدا میبینه. از پیش بسیار رضایت داریم. خیلی میبینه بر ما کمکش رسید. از پیشش خوش هستیم. از شما بیادر خوش هستیم. بسیار زیاد تشکر از شما بیادر.
را خانه ما کن مصفا کردنش با من به ما درد دوستای عزیز، قسمی که شما این برنامه ما را میبینین، ما واقعا در جستجوی همه تا فامیلای بی بضاعت می باشیم که اونا را بر شما معرفی کنیم و تا شما بتانین همراه از اونا همکاری کنید. دیگه همین فامیل را که قبلا ما رفتیم همراهشان در خانهشان بودیم، واقعا فامیل بودن که مشکلات جنجال بسیار زیاد داشتن، مریض بودن و بدون از اینکه کار و روزگار ندارن، اینا مریضی دارن که همیشه هفته یک بار میرن اما خون خود تبدیل میکنن. این قسم مردم ها به کمک های شما ضرورت دارن و کسانی که کمک کردن تشکری میکنم ازشان. تشکر بسیار زیاد از همگیتان.